بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و سلام علی جمیع الانبیاء و المرسلین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. خطبه قدیر پیش روی ماست، فراز اول خطبه قدیر که حمد و ستایش پروردگار مهربان. الحمد لله الذي علا فی توحده و دنا فی تفرده و جل فی سلطانه و عظم فی ارکانه و احاط بكل شیء علما و هو فی مکانه و قهر جمیع الخلق بقدرته و برهانه. حمید لم یزل محمود لا یزال و مجید لا یزول و مبدع و معیدا و کل امر الیه یعود. عبارات بسیار زیبا و خوش به حال کسی که در تمام معارف دین، چه بحث اعتقادات، چه بحث اخلاقیات و چه بحث فقه و احکام دینش سر سفره اهل بیت بنشینه. نه در توحید کم گذاشتن اهل بیت، نه در بیان عقاید کم گذاشتن، نه در بیان اخلاقیات و زندگی عملی اخلاقی اهل بیت کم گذاشته شده و نه در بحث فقه و احکام و شریعت که همه رو برای ما بیان کردن. واقعا خیلی باید مراقب باشیم. یک سفره‌ای که خدا افکنده فیه تبیان، یعنی بیان هر چیزی، لکل شیء، هر چیزی رو شما تصور کنید که بشر بهش احتیاج دارد در قرآن و در روایات اهل بیت علیهم السلام هست در بحث معارف دین و انسانیت. بنابراین چه لزومی داره انسان برای معارف دینش و برای معنویتش و برای عرفانش و برای انسانیتش سر سفره غیر از سفره اهل بیت علیهم السلام بنشینه؟ توحید رو باید اهل بیت بیان کنن. این کلام پیغمبر خداست. ما چه میدونیم در رابطه با خدا چه بگوییم؟ هرچه هم میگیم نقل قول از قرآن و روایت اهل بیت علیهم السلامه. ما چیزی نمیتونیم بگیم. توحید را باید لسان الله معرفی کند. وجود نازنین پیغمبری که ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی، هر چی میگه از جانب خداست. لذا در رابطه با توحید هر کس غیر از کلام اهل بیت رو گفته به بیراهه رفته. ما الان میبینیم که خیلی ها به هر حال دم از توحید زدن، ولی توحیدشون رو وقتی نگاه میکنی میبینی مغایرت داره با اون توحیدی که قرآن و اطرد معرفی کردن. الحمد لله الذی علا فی توحده. البته اگر بحث تفسیر باشه که ما آدم بخواد یک تفسیر طولانی بگه، الان ما همینجا باید سر الحمد بیستیم، خود کلمه الحمد رو یک جلسه توضیح بدیم، روایاتش رو بگیم که حول کلمه الحمد و بعد خود الحمدلله، ترکیب الحمد با لله خودش روایات فراوان داره، آیات داره. ما الان که نمیخوایم به این شکل کار کنیم، اگر به این شکل بخوایم کار کنیم خیلی باید طول و تفسیر بدیم. به هر حال اجمالاً باز همین اجمالیش هم طول میکشه. الحمد لله الذی علا فی توحده. حمد و ستایش، تمام حمدها، تمام ستایش ها مخصوص خدایی است، برای خدایی است که علا فی توحده و دنا فی تفرده. حمد و ستایش و شکر و ثنا برای خدایی است که در عین یگانگی بالاست، برتر است، یکتاست و نزدیک، سلطنت و قدرتش برتر و ستونهای قدرتش عظیم و علم و آگاهیش بر همه چیز احاطه دارد. در جایگاه خیش بدون اینکه بخواد نیازی به مکان داشته باشد یا جابجا بشود، با قدرت و برهان خود بر همه آفریده ها حاکم است. یعنی اینطور نیست که یه کسی اگر بخواد تسلط داشته باشد، حالا اینا رو میرسیم توضیح میدیم،
به مثلا یک کارخونه داری به اجزای کارخونهش یا افراد زیر دستش بخواد تسلط داشته باشه، باید بره تو اون اتاق تا ببینه او چه کار میکنه، بره تو اون اتاق ببینه اونا چه کار میکنن، بره زیر زمین، بره بالا پایین، به این شکل، یا به وسیله دوربین هایی که داره بالاخره همه جا را بررسی کنه، این دوربین رو ببینه اون دوربین رو ببینه. اما احاط بكل شیء علما و هو فی مکانه و قهر جمیع الخلق به قدرته و برهانه تا آخر این فراز. منتها این علا فی توحده و دنا فی تفرده، دوستان دقت بفرمایید، یعنی شکر و ستایش خدایی را که یکی یه دونه است، خودمونی ترجمه میکنم، یکی یه دونه است ولی در عین یکی یه دونه بودنش و برتر از همه چیز است. در عین یکی یه دونه بودن و برتر بر همه چیز بودن و برتر از فهم و درک و وصف ما بودن، در عین حال به ما خیلی نزدیکه. ببینید این چقدر زیبا در اینجا دارد ترسیم میکند. میفرماید علا فی توحده و دنا فی تفرده، با اینکه یکی دونه است فی توحده، با اینکه علا فوق تصور ماست، فوق فهم و درک ماست، فوق همه هستی است و احاطه به همه هستی داره و فرد است و نظیر ندارد، در این حال به ما خیلی نزدیکه. دنا فی تفرده، این عبارت خیلی نوید بخشه، به انسان جان میده، انسان رو زنده میکنه. خدایی با این عظمت، خدایی که تمام ذرات عالم هستی به دست او آفریده شده و به دست او اداره میشه، به ما خیلی نزدیک. افسوس که ما نمیتونیم حرف بزنیم، باید در قالب این مثالهای بچگانه‌ای که دور و پر ما رو گرفته حرف بزنیم. یک آدم بزرگی که خیلی سلطه داره، خیلی سلطنت داره، یک شخصیتیه، یک پادشاهیه، یک رهبریه، تمام شما فرض کنید مثلا کره زمین به او سپرده شده، دارم دیگه کوچیکشو میگم، خدا خدای همه عالم هستی است، منتها یک نفر پادشاه کره زمین شده، ولی در عین این که این همه بزرگ پادشاه کره زمین بروبیا دارد، در قالب انسانی و بشری دارم مثال میزنم، سرش شلوغه ولی شما رو تحویل بگیره و شما بهش خیلی نزدیک باشی، همیشه امکان ارتباط باش داشته باشی، راه بر شما هیچ موقعی بسته نشه. این زیبا نیست؟ این نوید بخش نیست؟ چقدر بشارت این خدایی که علا فی توحده و دنا فی تفرده، در عین حال که خیلی بزرگ است، فوق تصور ماست. الله اکبر من ان یوسف، بزرگتر از چی؟ حضرت زهرا سلام الله علیها باید این را تفسیر کند. صدیقه طاهره سلام الله علیها به نقل از پدر بزرگوارشون فرمودن که منظور از الله اکبر نه فقط الله اکبر من کل شیء، چون شما اگر بخوای بگی الله اکبر خدا بزرگتر است از این از اون از اون، بازم محدود کردی. فرماید الله اکبر من ان یوسف، اصلا خدا بزرگتر از آن است که وصف گردد. یک چنین خدایی در عین حالی که بزرگ است و یکی یک دانه است و همتایی ندارست و از فهم و درک و وصفش عاجزیم، اما به ما نزدیک است. و هو اقرب الینا من حبل الورید، حتی از رگ گردن به ما نزدیکتر. و یحول بین المرء و قلبه، اونقدر نزدیکه که فرمود القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله، اونقدر نزدیکه. خدایی که خالق آسمان ها و زمین است، در روایت دارد لا یسعها لا یسعه السماوات والارضین،
خدای تبارک و تعالی معنا نداره که شما بخواید بگی عرضم بزرگ شما یک جایگاهی براش تصور کنید در تمام آسمان ها و زمین و تمام آفرینش، چون همه رو خدا آفریده و احاطه به همه عالم داره. اما میفرماید اما یسعنی، در بر میگیرد مرا قلب المؤمن، خدایی که فوق تصور ماست، خالق عرش و کرسی است، جایگاهش کجاست؟ میفرماید قلب المؤمن، القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. این معنای دنا فی تفردهیه، با تمام سلطش، با تمام عظمتش اونقدر به ما نزدیکه که میگی یا حبیب من لا حبیب له، یا انیس من لا انیس له، یا رفیق من لا رفیق له، یا شفیق من لا شفیق له، یا حبیب من لا حبیب له، یا طبیب من لا طبیب له. اینقدر نزدیک بشه به ما خالق همه هستی، اینقدر به ما نزدیک، ما بتونیم اینقدر با او مأنوس بشیم، انیس و مونس ما باشه. یا انیس الذاکرین، خدا مونس و انیس ذاکران است، هر کسی یاد خدا کند خدا انیس اوست. یا من لا یشغله سمع عن سمع، تو دعاهای تعقیبات نماز میخونیم دیگه. اینقدر به ما نزدیکه که اگر همه مخلوقاتش از جن و انس و پرنده و چرنده و درنده و گیاه و تمام کائنات به حرف بیان و در آن واحد با او سخن بگویند، همه در یک لحظه خواسته خودشون رو مطرح کنند، از جمادات گرفته تا موجودات زنده، همه در یک آن واحد با او بخوان در یک لحظه سخن بگویند. لا یشغله سمع عن سمع، اینطور نیست که صدای این با صدای او برای او قاطی بشه، اینطور نیست که حاجتهای ما قاطی بشه. یه جو که میگفتن حاجتها قاطی شده، خلاصه ما چیز دیگه خواستیم چیز دیگه بهمون دادن. اینطور نیست. یا من یعلم مراد المریدین، اینقدر نزدیکه که شما حرف نزنی، حتی به زبان نیاری، مراد دل تو رو میداند، خواسته تو رو میداند. یا من یعلم ضمیر الصامتین، اینقدر نزدیکه که از درون تو با خبره، از نیت تو. ضمیر الصامتین، ضمیر یعنی درون، نیت. صامت یعنی کسی که اصلا حرف نزده، اصلا لب نجنبونده، اصلا لبش رو باز نکرده، چیزی نگفته، اما هو یعلم ضمیر الصامتین، خدا از نیت قلبیش با خبره، از درونش، از اینکه در دل چه تمنایی دارد. و در قرآن کریم میفرماید که و قد نرى تقلب وجهک الی السماء. چقدر این آیه انسان را به وجد میاره. واقعا یکی از آیاتی که من خیلی لذت میبرم این آیه است. قد نرى تقلب وجهک فی السماء. نه اینکه حرف بزنی، نه اینکه حتی نیت کنی، همین که نگاه کنی به آسمان، ما داریم میبینیم. ما داریم میبینیم گوشه چشم تو را که منتظر چیزی است. ما داریم میبینیم نگاه تو را به آسمان. قد نرى تقلب وجهک فی السماء، همین که سر بگردونی به سمت آسمان، ولو چیزی به زبان نیاری، ولو حرفی نزنی، من میدونم چی میخوای تو. اینطور خدایی اینقدر به ما نزدیک، ما از او فاصله گرفتیم، حواسمون پرت شد، حواسمون پرت شده. و الا خدایی که اینقدر به ما نزدیکه، خدایی که اینقدر به ما مهربانه، خدایی که اینقدر زیبا ما رو طراحی کرده، از خالق ما به ما کی نزدیکتر؟ از آفریدگار و مصور ما. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کسی که ما رو در رحم ها نقاشی کرده به این زیبایی، از او کی به ما نزدیکتر؟ چرا اینقدر غفلت انسان را گرفته نسبت به خالقش، نسبت به مصورش، نسبت به طراحش؟ طراح ماست، آفریدگار ماست، صانع ماست. یا من یسمع انین الواهنین، کسی که با دل شکسته در خانه خدا درد دلی کند.
نجوای نجوا کنندگان، درد دل کنندگان رو میشنود. یا من یرا بکاء الخائفین، اشک چشم خائفان را در تاریکی شب میبیند. یا من یملک حوائج السائلین، یا من یقبل عذر التائبین. اینقدر به ما نزدیک، اینقدر به ما نزدیک یک چنین خدایی. این معنای و دنا فی تفردهی است، در عین حالی که یکی یک دانه است، در حالی که بی‌نظیر است، در حالی که خارج از وصف ماست، در حالی که فوق هر تصوری است، اما به ما نزدیک است. و جل فی سلطانه و عظم فی ارکانه. جل فی سلطانه یعنی خدای عزیز عز و عظمه. خود کلمه جلیل به معنی عظیمه، به معنی عزیزه. عز و عظمه. البته جل با حرف عن وقتی به کار میره، جل عن یعنی بریست، لذا صفات جلاله دارد خدا، صفات جمال داره خدا و صفات جلال. صفات جمال خدا یعنی این که صفاتی که ما در نگاه اول همش زیبایی، همش بخشش، این که خدا بخشنده است، این که خدا رؤوف است، این که خدا مهربان است، این که خدا عالم است، اینا صفات جماله. صفات جلال خدا، خدایی که جبار است، خدایی که قهار است، اینا صفات جلال خداست. و سلطان هم به معنای ملک است، پادشاه و کسی که سیطره بر کاری داره، اما در معنای عام به معنای سلطان، حاکم، ملک، ولی، ولی امر. جل فی سلطانه و عظم فی ارکانه. خدایی که بسیار بزرگ است در سلطنتش، تمام آفرینش به چشم ما بزرگه. جل فی سلطانه یعنی چی؟ یعنی اصلا بزرگی نیست در رابطه، در مقابل خدا. شما بزرگ میبینید، هر چی میبینید شما بزرگ میبینید. ما تا تو همین دنیا هستیم، تا تو خونمون هستیم، مثلا خونه خودمون را نسبت به آپارتمان فلانی بزرگتر میدونیم. خونه یک کسی که از ما خونش بزرگتره را نسبت به خودمون بزرگتر میبینیم. اینا فقط با نگاه ماست. بعد از روستا که میایم بیرون میگیم شهر فلان از روستای ما بزرگتره، استان فلان از شهر ما بزرگتره، بعد کشور فلان از کشور ما بزرگتره، قاره فلان از قاره ما، فلان کره از کره ما، فلان سیاره از سیاره، فلان کهکشان از... همینطور میبینیم. اینا برای ما بزرگه، با همین نسبت ها و سنجش هایی که ما برای ما مطرحه، برای ما بزرگه. اما همه اینها جل فی سلطانه، برای خدا هیچ، برای خدا هیچ. جل فی سلطانه یعنی در تمام این سیطره‌ای که دارد، در تمام این سلطنتی که دارد، در تمام این خلقتی که رقم زده و آفریده، جل فی سلطانه. اصلا نمیشه بگی که برای او چیز بزرگی هست. او عظمه، او عز فی سلطانه، او عظمه فی سلطانه. و میفرماید و جل فی سلطانه و عظم فی ارکانه. تمام ارکان آفرینشش رو شما، خدا یک ارکان معنوی دارد، یک ارکان مادی دارد. ارکان معنوی، ارکان مادی خدا معلومه دیگه، بالاخره تمام این رکنهایی که در آفرینش رقم خورده. هر خلقتی یک ارکانی داره، یعنی یک پایه هایی داره که اون خلقت رو اون پایه می ایسته. مثلا خلقت آب هاشت و است، باید این دو با اون یک ترکیب بشه تا آب شکل بگیره. این ارکان آبه. زمین ارکانی داره، آسمان ها ارکانی دارن.
در معنویت هم ارکان ملکوتی و معنوی عالم هستی اهل بیت علیهم السلام که خدا دیگه از اونها بالاتر خلقی را رقم نزده و نیافریده. الامام هو رکن الارض، امام رکن ارض است، رکن زمین و آسمان است. خب میفرماید و عظم فی ارکانه، باز شما تمام خلقت خدا دیگه همه رو بریز تو جیب امام، همه خلقت رو بریز تو جیب امام، غبار پای امام معصوم نمیشه، غبار پای 12 امام نمیشه تمام خلقت و آفرینش. اما در عین حال اون امامان با عظمت که ارکان عالم هستی هستن در مقابل خدا باز اصلا ما نمیتونیم چیزی بگیم، صحبت نمیتونیم بکنیم. عظمه فی ارکانه، عظیم است. لذا اون کسی که میره علی اللهی میشه اون توجه به این قضیه نداره که بابا درسته بالاتر از علی ابن ابی طالب شما پیدا نخواهی کرد، بالاتر از 14 نور پاک پیدا نخواهی کرد، اما ذوق زده شدی و او رو خدا تصور کردی. حالا بدون چه کسی او رو آفریده و او چقدر عظیمه و او چقدر عزیزه و او چقدر والاست. اهل بیت آینه صفات الهی هستن. خدا این خلقت رو رقم زده برای اینکه عظمتش دیده بشه. عظمه فی ارکانهی. وقتی رسیدی به امام اون وقت درک میکنی، اون وقت میگی الله اکبر. حالا که من این امام را دیدم که اینقدر مقامش بالاست که خیلی او را با خدا اشتباه میگیرن، مرده را زنده میکند، هستی را جان میدهد، در کائنات به اذن الله ولایت تکوینی دارد، خب ممکنه با خدا اشتباهش بگیرن. لذا اینجا باید بگی عظمه فی ارکانه. برای امروز کافی است. و احاط بكل شیء علما و هو فی مکانه. برای جلسه بعد باشد انشاءالله که خداوند ما را آگاه به توحید و موحدی قرار بده که اهل بیت میپسندن و مدرس واقعی توحید و امامت و ولایت و نبوت و معارف دین حضرت ولی از ارواح نافدا را ظهورش را برساند و ما را بر سفره معارفش بنشاند. با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل